صنعت جلبک، اهمیت و نقش آن در توسعه آبزی‌پروری، اقتصاد دریامحور و صنایع غذایی و کشاورزی از محورهای مهم چهارمین گردهمایی ملی جلبک شناسی ایران بود. حدود 21 میلیارد 22 میلیارد دلار ارزش بازار جهانی در واقع این صنعت است. تو بود کشوری ما خوشبختانه ظرفیت‌های خیلی بزرگی داریم. ما هم بحث دریا در جنوب و شمال رو داریم، منابع آب‌های داخلی هم وجود داره. به گفته رئیس انجمن جلبک ایران، ایجاد شهرک‌های جلبک یک گام به سوی توسعه این صنعت است. رفته برای معاونت علم فناوری ریاست جمهوری تا ان شاءالله مصوب بشه. تحت عنوان در واقع فعالیت‌های دریامحور مسائل بودجه‌اش مصوب بشه و برطرفش ان شاءالله میتونیم شروع به کار انجام بدیم. رئیس اتحادیه انجمن‌های گیاهان دارویی میگوید تولید جلبک در سواحل کشور یک مزیت بزرگ اقتصادی است که در تولید محصولات دارویی نقشی مهم دارد. جلبک‌های قرمز در من پایه پزشکی ما است. آلژینات بهترین ماده شیرینی و شکلات کشور و به خصوص در پایه در پزشکی دندان پزشکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در حاشیه این گردهمایی نمایشگاهی از تولیدات مؤسسات و شرکت‌های دانش بنیان و فعال در صنعت جلبک برپا شد که مورد توجه محققان، پژوهشگران و فعالان این صنعت قرار گرفت. چیزی حدود 7 تا محصول صنعتی مثل کیک جلبکی و ترکیباتی که توی نوشابه‌های انسانی قابلیت استفاده داره. ما رنگدانه گران قیمتی به نام آستاگزانتین رو از اون استحصال می‌کنیم که این رنگدانه هم در صنعت شیلات برای بحث افزایش زادآوری ماهی ازش استفاده میشه، هم در بحث بیمارانی که از اثرات سوء داروهای شیمیایی استفاده می‌کنن. محصولی که ما تولید کردیم یک خمیر جلبک هست. محصولات در واقع دارویی و بهداشتی هم با استفاده از فرآورده‌های ریز جلبک تولید کردیم. 309 گونه جلبک در سواحل خلیج فارس و دریای عمان وجود دارد که از این میزان حدود 10% قابلیت تولید صنعتی دارند. احمد حمیدی، خبرگزاری صدا و سیما.